توی گیلان حامله که بشی همه دوستات دورم جمع میشن و برات آش ترش گیلانی درست میکنن. لامصب اینقدرم خوشمزه است آدم دوست داره حامله شه. پس 25مین غذا از چالش گیلان با غذاهاش آموزش آش ترش گیلانیه. فکر کنم خورده باشین، آخه خیلی معروف و خوشمزه است. پس بریم با هم تمام نکات درست کردن آش ترش گیلانی رو بهتون بگم. برو بریم. اولین مرحله برای درست کردن آش ترش گیلانی اینه که باقالی مازندرانی رو از غلاف خارج کنین و این باقالی ها رو 1.5 ساعت با آب بپزین. اگر باقالی خشک استفاده میکنین 1 روز خیسش کنین، بعد این پروسه رو برید جلو. پس اول از غلاف خارجشون میکنین. مقدار مواد لازم رو هم مثل همیشه تو کپشن براتون می‌نویسم. حالا باید برنج نیمدونه رو توی قابلمه اصلی با آب بذاریم شکفته بشه. با این برنج نیمدونه آشتون قشنگ لعاب میده. پس از برنج درشت استفاده نکنید. بیا جلو. ببینید برنج نیمدونه در این سایز قشنگ به آشتون لعاب میده. بریم که این برنج رو بذاریم رو حرارت. تا برنجمون به مرحله میرسه که بین 2 تا انگشت له بشه، باید سبزی‌ها رو خورد کنیم. ما نیاز به گشنیز و نعنا و تره و اسفناج و جعفری داریم که باید این سبزی‌ها رو خورد کنیم. بعد از 1 رو 20 دقیقه برنجمون دیگه پخته و لعاب داده. ببینید برنج باید اینجوری لای انگشتاتون له بشه. به این مرحله که رسید سبزی‌هایی که خورد کردیم رو بهش اضافه می‌کنیم. بعد از اضافه کردن سبزی باید نمک و فلفل سیاه هم بهش بزنیم و بذاریم غل بخورن. بعد از 1.5 ساعت این میشه نتیجه کار. باقالیامون پختن و میذاریمش کنار و میریم سراغ مرحله بعد. حالا باید سیر رو رنده کنیم. توی روغن خیلی کوتاه تفتش بدیم و زردچوبه رو که بهش اضافه کردیم و یه همی زدیم، سبزیجات معطری که تو کپشن مقدار دقیقشون رو براتون می‌نویسم اضافه می‌کنیم. یه هم کوتاهی هم که زدیم میذاریمشون کنار. وقتی که آشمون یه مقدار غل خورد و سبزی‌ها پختن و لعاب داد، وقت اضافه کردن آب انار و آبگور است. البته اگه فصل آلوچه یا همون گوجه سبز باشه اون رو هم به آش اضافه میکنیم که خیلی جذاب ترش میکنه. حالا میدونین چرا این آش برای خانمای باردار درست میشده؟ چون این ترشیجاتی که توش استفاده میشه هم فشار خون رو تنظیم میکنه، هم باعث هضم غذا میشه و تهوع رو هم کاهش میده. فکر شده است. 1/2 ساعت بعد از اضافه کردن آبگوره و آب انار، باقالیایی که پختیم رو هم بهش اضافه میکنیم. یه رو بعد از اضافه کردن آبگوره و آب انار، سیر و سبزی‌های معطری که تفت داده بودیم رو هم بهش اضافه میکنیم و تا 1/2 ساعت دیگه آش ترش گیلانیمون حاضره. اینم از آش ترش گیلانی ما که واقعا مزهش حرف نداره. حتی اگه حامله هم نیستین حتما امتحانش کنین، فوق‌العاده است. حالا توی گیلان این آش ترش خوشمزه رو با ماهیشور سرخ کرده و این تروبای خوشمزه محلی و برگ تروب که نمیدونم چرا برگشو میخوام ولی برگ تروب میخوام.
آش ترش گیلانی واقعا خوشمزه است. حتی اگه ماهیشور و ترم محلی هم ندارین، این آش رو اونجوری که بهتون گفتم درست کنین، عاشقش میشین. حرف نداره، جاتون خالیه واقعا.